تا حالا شده یه وقتایی حالت خوب نباشه اما وقتی ازت میپرسن که چی شده واقعا چیزی برای گفتن نداشته باشی؟ نه دعوایی شده، نه اتفاق عجیب و غریبی افتاده، ولی یه فشاری هست که ولت نمیکنه. خیلی وقتا این حال از یه حسی میاد که ما بهش اجازه ندادیم بیرون بیاد، مثل احساس خشم. بیایم اول یه چیزی رو در مورد خشم مشخص کنیم. اینکه احساس خشم اصلاً چیز بدی نیست. یه احساس خیلی طبیعیه، مثل حس گرسنگی، مثل حس خستگی. وقتی که یه چیزی اذیتت میکنه، وقتی که یه چیزی از حدش رد شده، وقتی که توی موقعیت و یا رابطه‌ای بهت فشار میاد، بدنت و ذهنت با خشم واکنش نشون میده. خشم داره بهت میگه که یه چیزی اینجا اوکی نیست. و مسئله این نیست که تو عصبانی هستی. مسئله اینه که با این حس چی کار میکنی؟ راستش بیشترمون بلد نیستیم با خشم کنار بیایم. ترجیح میدیم که بریزیم تو خودمون و خفش کنیم. میگیم ولش کن، ارزششو نداره، ازش عبور میکنیم. فکر میکنیم که اگه حرف بزنیم دعوا میشه. فکر میکنیم اگه اعتراض کنیم بد به نظر میرسیم. اما خشم هیچ وقت گم نمیشه. میدونی؟ جمع میشه و بعد به شکل‌های مختلفی تو زندگیمون خودشو نشون میده. عزیز دلم، این جاش مهمه. خشم فروخورده حال کلی زندگیت رو از بین میبره. نه اینکه افسرده باشی، نه اینکه همیشه ناراحت باشی، نه، فقط دیگه اون آدم قبل نیستی. انرژیت کمتر میشه، ذوق و شوقت کمتر میشه و بدتر از همه این که فکر میکنی مشکل از خودته. فکر میکنی که حساس شدی. فکر میکنی که واکنشایی که نشون میدی غیر طبیعیه و یه برچسب میزنی رو خودت. اما داستان چیه؟ قضیه اینه که یه سری حرف رو باید میزدی، نزدی. یه سری احساساتت رو باید بروز میدادی، ندادی. و اینا همه تلمبار شده و تو فکر میکنی که مشکل داری. توی رابطه ها معمولاً خشم فروخورده تبدیل به فاصله میشه. نه دعوا، نه داد زدن. فقط کمتر توضیح میدی، کمتر حرف میزنی و دیگه دلت اون رابطه رو نمیخواد. و طرف مقابلت هم که روحش خبر نداره میبینه که تو نسبت به اون آدم، نسبت به رابطت سرد و بی احساس شدی. پس خود خشم مشکلی نداره. اینکه هی فشارش میدیم پایین مشکله. و خشمی که بیان نشه به شکل‌های مختلف خودشو نشون میده. هممونم تجربهش کردیم. اولین کار اینه که با خودت رو راست باشی. به خودت بگو که من الان عصبانیم. نه اینکه بخوای خودت رو سرزنش کنی، نه اینکه بخوای خودت رو تحلیل کنی، نه اینکه بخوای از خودت ایراد بگیری. خودت رو قبول کن، حالتت رو بپذیر و بعدش یه راه امن برای تخلیه احساست پیدا کن. راه رفتن، تکون خوردن، نوشتن، نفس کشیدن خیلی میتونه بهت کمک کنه. اگه قراره با کسی حرف بزنی، به جای اتهام زدن حالت رو بگو. بهش بگو که این اتفاق چه تأثیری روی حال من گذاشت. خشم یه پیام ساده داره. رفتاری که باهام شده قابل قبول نیست. اینجا باید مرز بذارم. و حرف آخر، خشم چیزی نیست که حذفش کنی. باید زبون صحبت کردن باهاش رو یاد بگیری. باید بلد باشی که باهاش حرف بزنی. اگه این ویدیو یه جا بهت خورد، شاید وقتش رسیده که برگردی به تمام جاهایی که گفتی بی خیال.